خیلی داستان دکتر سبوسه اول شفقی صبح خیلی زود آقا شلنگی بیدار شد دستشویی رو ببخشید نشون میدی چون وضعیت زورم بزنی به امید جاذبه نشست وقت زیاد طرف فشار هر چیزی زور میزه نیومد دوباره ساعت ها فشار این بیچاره آدم بیرون میترکه از جهاز فشار مضاعف چی شد اینقدر دیگه بیا تا کلش ترک خورد زمانه کلش هایی شده تو دستوی زوزم کلم ترک راحلت پیش منه بفرم شیاف از اینجا نه از اون بره تأثیر شد هر چیز مغزش دهنش داره ولی نیومد من کار میکنم نمیاد نه والا بیشه این دکتر سبوسه نه سبوسه خواهم خیلی موزه حتما نان باید اون سبوس تخمیری استفاده بگید آفرین چه پیشنهادی برای رفع این مشکلم خوبه ای بابا چی دیگه معده‌اش دم گلوش اومد به خوبی و خوشی دیگه میاد